انتخابات نخستین پارلمان نو در قزاقستان به جای سند و مجلس پیشینه با 145 کرسی قرولتای تشکیل کردند. قزاقستان بر پایه قانون اساسی نو که ماه ایول امسال به اجرا درآمد، پارلمان عبارت از دو پلته یا طبقه را برهم داد. اما برای انتخاب کنندگان در این کشور دگرگونی مهمترین نه نام پارلمان است و نه تعداد وکیلان. آنها نگرانند که دیگر در قزاقستان نامزدهای مستقل یا نامزدها از حوزه‌های یک مندتی نخواهند بود. اکنون 145 وکیل قرولتای یا پارلمان نو تنها از روی خط حزبی انتخاب می شوند. از سال 1999 در قزاقستان بخشی از وکیلان از روی خط حزبی و قسم دیگر در حوزه‌های یک مندتی انتخاب می شدند. حوزه‌های یک مندتی را سال 2007 برهم داده، ولی پس از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 و در دایره یک اصلاحات سیاسی دوباره برگرداندند. از آن همگی یک بار و در سال 2023 استفاده شد. حالا این تجربه در قزاقستان بار دیگر پایان یافت. سال 1993 وقتی نخستین قانون اساسی را قبول کردیم، راه رشد دموکراسی را پیش گرفتیم. اما سال 1995 با پیشنهاد نورسلطان نظربایف به سمت خودکامگی حرکت کردیم. پارلمان کنونی را عموما نمیتوان پارلمان مردمی نامید. حتی قرار دیگر کردن نام پارلمان به قرولتای الکی خطا بود. سریک بیسیمبایف جامعه شناس قزاق بر این نظر است که مقامات حوزه‌های یک مندتی را سال 2022 تنها در پاسخ به طلبات جامعه جاری کرده بودند تا مردم را اندک آرام کنند. در عین زمان بعضی از وکیلانی که خودشان مستقلانه از حوزه‌های یک مندتی به پارلمان قزاقستان راه یافتند، جانبدار دست کشیدن از این مدل هستند. برای این دلیل هم دارند. وقتی همچون وکیل از حوزه یک مندتی کار آغاز کردم، خوب فهمیدم که حاصل فعالیت همکاران از حزب‌ها بسیار بالاست. البته من همچون حقوق شناس میدانم که چگونه طرح قانون نوشته می شود، اما نوشتن چیزی دیگر است و قبول کردن آن چیزی دیگر. اگر وکیل یگان فراکسیا لایحه خود را گذراندن نتواند، هم حزبانش این کار را انجام میدهند، اما ما وکیلان یک مندتی مجبوریم همه کارا تنها انجام دهیم. برای قبول یک تغییرات مجبور شدم که به اتاق 98 وکیل سرزنم. در قزاقستان رسما 7 حزب سیاسی است. یکی از آنها حزب عدالت همگی ماه می امسال تأسیس شده ماه ایون ثبت نام گردید. حزب امانت که در زمان حکومتداری پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نور آتن نام داشت، به عدالت همراه شد و با همین به فعالیت چند دهه‌اش در صحنه سیاسی این کشور پایان بخشید. روز 23 اوگوست ساکنان قزاقستان هیئت اولین قرولتای یا پارلمان نو این کشور را انتخاب می کنند. ساکنان حق رای می توانند به نامزدهای یکی از 7 حزب یا ضد همه آواز دهند، اما به آنها عکس و نوارگیری و نشر ورقه های پر کردهشان در اینترنت منع است. مقامات قزاقستان میگویند که این کار برای پیشگیری از پایمال مخفیت آوازدهی و تبلیغات غیر قانونی ضروری است و هر کسی آن را نادیده گرفت تقریباً $280 جریمه خواهد شد. یک هفته پیش از آوازدهی، سازمان‌های حقوق بشر در داخل قزاقستان و بیرون از آن از افتتاح پرونده‌های جنایی و هم فشار به ضد نمایندگان رسانه‌های مستقل اظهار نگرانی کردند.